بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان گرامی، با یک چند سوال شروع میکنیم. اول اینکه پیامبر علیه السلام از کی دعوت رو شروع کردند؟ برای چه دعوت پیامبر اول پنهانی و مخفیانه و احتیاطکارانه بود؟ آیا دعوت اشخاص تصادفی بود و غیر از سوال ها؟ اول شروع میکنیم با جواب سوالی چرا مخفیانه و احتیاطکارانه بود. الله تعالی برنامه تغییر جامعه را یعنی که میخواست که مرحله به مرحله انجام یابد. بنابراین پیامبر علیه السلام 3 سال مخفیانه و پنهانکارانه دعوت خود را پیش بردند و این یک درس برای امت بود که اگر در آینده بالای امت همین حادثه های واقع شد که بالای پیامبر واقع شده است، از پیامبر درس گیرند و مشکل ها را برطرف کنند. مثلا میبینیم که مسلمانایی که در زمان شوروی زندگی کردند چه چیزها را پس سر کردند. مشکل ها بود، یعنی که نماز خوندن، قرآن خوندن، درس خوندن، همه اینا جنایت حساب میشد. لیکن مردم یعنی که از سیری پیامبر، از که زندگانی پیامبر درس ها رو آموخته بودند و توانستند با استفاده بردن از همون راه و روش هایی که پیامبر در مرحله دعوت سری استفاده بردن، مسلمان های شوروی نیز همین چیزها رو استفاده بردند و توانستند که دین خود را حفظ کنند و برای نسل آینده رسانند. یعنی که در دوام 70 سال به همین شکل مسلمان ها زندگی کردند و دین خودشون برای نسل آینده آورده رساندند. و آیا اشخاصی که دعوت میشدند تصادفی بود؟ جواب این است که تصادفی نبود. پیامبر علیه السلام هر شخصی رو که دعوت میکردن یعنی که این یک نمود گلچین بود. انسان‌های جوانمرد دعوت میکردن، انسان‌هایی که در آنها یک خوبی، نشانه جوانمردی دیده میشد. چون که در حدیث میگن که خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام، یک قاعده بود که پیامبر در دعوت خود استفاده میبردن. چرا؟ چون که وای خودش علیکه نیم مسلمان هست، علیکه خصلت هایی که اسلام بود اون دعوت میکرد علیکه اون مردک دارد و کمترین نشانه، کمترین که دعوت او رو میتوند که به اسلام وارد کنند. دوم چیزی که پیامبر با اون تکیه میکردن این جوانا بود. یعنی که پیامبر از اول میدونستن که جوانا این گویم که خشت اول و جوان ها میتونیم که زیربینای این دعوت است. البته ما احتیاج به حکمت پیرانسالا داریم، اما جوان ها چه ویژگی های داشتن؟ مثلا انسان جوان ویژگی اساسیش این است که زهرآلود نیست، ذهن وای صاف است، ذهنش حالا چنگ و غبار جاهلیت پوشانده نگرفته است، ذهنش رو بدعت و خرافات پیچانده نگرفته است، عقلش صاف است و همیشه جوان به یک چیزی نو احتیاج داره، چیزی نو رو میکواد، چیزی جدید رو میکواد. جوان ها همیشه در حالت سیر حرکتی هستن و اونها میتونن که وزنی دعوت تحمل کنن. بنابراین پیامبر علیه السلام به جوان ها بسیار اعتماد میکردن و در حدیث گفتن که فانهم حالفونی، اون جوان ها هم پیمانای من بودن و جوان ها نیکی کنید، جوان ها رو بسیار در حقشون غمخوار باشد که اونها بودن که با من هم پیمان شدن. وقتی که من در مکه آمدم همه پیرانسالا زدی من بودن بجز ایده کمه و اکثرا جوانها با من هم پیمان بودن. و حالا میبینیم که چه خیلی دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به جوانها تاثیر میرسوند. سوال دیگری بود که در بدایت حلقه گویم که مطرح کردیم، این پیامبر دعوت رو از کی سر کردن؟ البته از زوجهشان خدیجه. وقتی که نزد خدیجه آمدن، یعنی که دو چیزی که انسان به قبول کردن دعوت مهیا میسازد، این گویم که محبت انسان به همون انسانی که دعوت میکند و اینچنین کار فرمودن عقل. خدیجه محبت داشت، دعوت پیامبر با اون محبت هم شاید قبول میکرد، لیکن علاوه بر این عقل خود چه کار فرمود؟ وقتی که پیامبر گفتن که همین خیل فرشته آمد برای من آیت نازل کرد، گرفتن پیش ورقه ابن نوفل بردن که از علم گذشته ها با خبر بود. ورقه هم گفت که این پیامبر آخر زمان است، این فرشته است که به موسی آمده است. این چیزهای عقلی گویا که مادر ما خدیجه رو تله داد تا اینکه ایمان بیارن. این سخن خودی خدیجه رو بریم میگفتن که تو خصلت های داری، رابطه خشتباری نگاه می‌داری، یتیما رو احترام میکنی، یتیما رو نگاه بین میکنی، یعنی که این خصلتی پیامبرانه هست. مثلا زید بن حارثه یعنی که غلام پیامبر بود و زید بن حارثه هم در خانه پیامبر علیه السلام کلام شده بود. وقتی که پیامبر و هم دعوت کردن و هم با آسانی پیامبر دعوتشون قبول کرد، چون که یک محبت خاصه با پیامبر داشت. و اینجوری میتونم گفت که عقل خودش هم کار فرمود، دید در این طوری سالایی که من با زندگی میکنم از گفت دروغی نزد، یعنی که خیانت نکرده است، همیشه انسان امانتدار بود. یعنی انسانی که حق مردم نمیخورد، انسانی که به مردم دروغ نمیگه، چگونه به خدا دروغ میگه؟
شاید فکرم میکرد که اگر این محمد برای منصب و برای وظیفه این چیز دعوا کرده ایستاده باشد، برای این راه آسانتر است. یعنی که نباید که این مخالف قوم خودش میرفت، بلکه همون گویم که تجارت عنعنوی مکه که آنها با بت‌ها تجارت میکردند، یعنی که به نام بت‌ها، میتونست که به نام لات و عزا گویم که همین منصب خواهی خودش رو به پیش برد. لیکن این یک راهی مشکل تر رو پیش گرفت، یعنی که همین چیزهای عقلی زید بن حارثه وادار میکرد که به پیامبر علیه السلام ایمان بیارد. و یکی دیگرش ابوبکر صدیق است، دوست نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابوبکر هم خیلی پیامبر گفتند یگانه انسانی است که بدون تردد و بدون دیدگی دعوت پیامبر قبول کرد. خیلی پیامبر در حدیث گفتند که همه انسانایی که من دعوت کردم دودیله شدن، تردد کردند، بغیر از ابوبکر که بدون دودیلگی دعوت من پذیرفت. چهارمین شخص این حضرت علی بن ابی طالب است. یعنی که از همه تعجب آورترین اینجا این است که علی بن ابی طالب 10 ساله بود. میتون با معیارهای امروزی ما صنف 3 یا 4 بود. یعنی پیامبر با یک کودکی که صنف 3 یا 4 بود سر دعوت باور کردن. یعنی دیدن که علی یک نابغه هست، یک ابرمرد هست، گرچه که کودک هم هست، عقل یک ابرمرد دارد، میتواند که سر فاش نکند و این بسیار خطر بود. پیامبر 3 سال این دعوت سری رو باید به هیچ کس آشکار نمیشد که این کس دین آوردن، دین نو آوردن. لیکن به علی باور کردن، چون که علی گرچه کودک هم بود، عقل انسانی بزرگ داشت. چون که اون زمان ها میتون گفت که تمام مقامات ها چشمشون بالا سر پیامبر بود. چون تمام مقامات قدرتی از قفای پیامبر بودن. یعنی میده ترین لغزش این معنای اون داشت که اسلام در گهواره خودش بوقی خواهد شد. اما با وجود این پیامبر علی رو دعوت کردن، میدونستن که این کودک بسیار نابغه هست و آینده نیز معلوم میشد که در مثلا در بین صحابه و حضرت علی در علم قضا، در علم فقه، در علم استنباط احکام، یعنی که بزرگی از خود نشان دادن که کم نظیر است. در بدایت حلقه یک سوالی مطرح کردیم، گفتیم که آیا دعوت پیامبر علیه السلام انتخابی بود یا اینکه تصادفی بود؟ یعنی که هر یک شخصی که به اسلام دعوت میشد تصادفاً پیامبر اون رو اختیار میکردن یا اینکه برقصدانه؟ اگر سری پیامبر رو ببینیم، همه اون شخص ها انتخابی بودن، چون که مرحله سری بود و یگان انسان از همین شخصانی که پیامبر یا ابوبکر دعوت کردن یا کسی دیگر از مسلمانان اونها رو دعوت کردند، سری پیامبر رو فاش نکردند. چون که اغلب اونها، اکثر اونهایی که دعوت میشدن انسان‌های جوانمرد بودن. یعنی که به اونها شرط مانده میشه که یا قبول بکنی، اگر قبول نکردی سری ما رو فاش نمیکنی. یعنی که به دیگران نمیگی که محمد هم خیلی دعوا داره. و اکثرا که فراست پیامبر خطا نکرد و فراست ابوبکر هم خطا نکرد. اکثر اونهایی که دعوت میشدند اونها این سر را به دیگران نمیگفتند و یا اینکه مسلمان میشدند و اسلام رو میپذیرفتند. مثلا میبینیم که در همون روز اولی که ابوبکر صدیق اسلام رو پذیرفت، در روز دومش علیه همراهش یک چند نفر رو آورد. مثلا همراهش عثمان بن عفان، طلحه بن عبیدالله، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عفان، زبیر بن عوام، همین شخصیت بزرگ آورد. یعنی ببینیم که همه اینها در آینده ستونی از ستونهای دین بشن. همه اینها نقش بزرگ در نشر اسلام خواهند داشت. مثلا یکی از این حسنات ابوبکر صدیق این عثمان بن عفان است. ابوبکر عثمان رو به اسلام دعوت کرد، عثمان اسلام رو پذیرفت و آینده می‌بینیم که چه خدمت‌های بزرگ کرده است. وقتی که مسلمانان در مدینه در بحران اقتصادی بودند و یهودی گوییم که نظام آبیاری مدینه رو منپولی کرده گرفته بود و به هر نرخی که میخواست بالای مسلمانان آب رو میفروخت، حضرت عثمان اون گوییم که چاه رو خریدن، چاه روم رو و برای مسلمانان در روی خدا صدقه کردن. یا اینکه در جنگ تبوک میبینیم یا در دیگر جنگ ها میبینیم که عثمان بن عفان چه جوان مردی از خود نشان داد. 12 سال جانشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم را کرد. سعد بن ابی وقاص قهرمان جنگ قادسیه است. زبیر بن عوام قهرمان جنگ یرموک است که در قادسیه فارس‌ها امپری فارس ها میتونم گفت شکست خورد و در یرموک امپری ویزانتی روم شکست خورد. همین ابرمردهای اولی اسلام بودن که این کار رو کردن. نکنون ما در یک چند دقیقه پیش اشاره کردیم که پیامبر علیه السلام به جوانها تکیه میکردن. اکنون ببینیم عمری همین جوانها چند بود. عثمان بن عفان 28 ساله بود. زبیر بن عوام 15 ساله بود. طلحه بن عبیدالله 16 ساله بود. سعد بن ابی وقاص 17 ساله بود. یعنی ما درباره اطراف انسان‌های صحبت میکنیم که
میتونم گفت که در مؤسسه‌های تعلیمی صنف‌های 9 10 11 را آدم میکنه. یعنی ببینید متاسفانه امروز جوانان رو که اگر با اونها قیاس کنیم، اینها الکی غم دعوت داشتن، غم دین داشتن، غم آینده رو، غم ملیت خودشون داشتن، اما جوانان امروز ببینیم متاسفانه بسیارتر در چی مشغول هستند. یعنی که امروز ببینیم جوانای ما در فکر بارون و عبدالرزاق هستند. ببینیم که جوانای ما امروز در فکر مد هستند، در فکر پریچاسکا هستند، در فکر تلفن نو هستند، در فکر نمیدونم چی هستند. ببینید 16 ساله 15 ساله بچهای زمان پیامبر چگونه بودند و حاضر زمان ما چگونه است. دوم روز ابوبکر صدیق اومد، همراهش با یک چند نفر دیگر آورد. عثمان بن مظعون، ابو عبیده امین این امت، پیامبر گفتن که امانت دار امتی من است. ابو سلمه، ارقم ابن ابی ارقم، ارقم رو میدونه کی است؟ همون شخصی است که میتونم گفت خانه خودش رو شتاب مخفی پیامبر قرار داد. پیامبر اونجا جمع میشدن، درس میکردن، قرآن میخوندن، عبادت میکردن، توجیه میکردن، تربیه میکردن، تعلیم میدادن. همین شخص بود. همین بزرگمرگ هم حسنات از حسنات ابوبکر صدیق است. ببین نقش جوانان رو، یعنی که بیهوده پیامبر توصیه نکردن که با جوانان خوش رفتار باشه. بعد دوستان عزیز میبینیم که خود ابوبکر صدیق یعنی بسیار انسان سر حرکت بود، یا انسان بود که در دعوت جان خودش فدا میکرد. یعنی دعوت بر رگ و خون و استخوان او جا گرفته بود. خاندان خودش دعوت کرد، اویلش دعوت کرد، اسلام آورد. پسرش عبدالله دعوت کرد، ایمان آورد. دخترش اسماء ایمان آورد. بعد از اون مادر ما عایشه در زمان اسلام تولد شدند، یعنی که پسرش عبدالرحمن بعد صلح حدیبیه بعد ایمان آورد. اینجا خطاب میکنیم انسانای به انصافه، انسانای به خیرده که اسلام را همچون یک دین شمشیر معرفی میکنن، گویا که اسلام به زور سلاح بالی مردم دین خودش تحمیل کرده باشد. اینا تا پدر، یعنی که پدر سیاست پدری خودش بالی فرزندش برای قبولانیدن دین کار نفرمود. پسرش عبدالرحمن تا صلح حدیبیه ایمان آورد. با پدرش در یک خانه بود، از پول پدرش میخورد، از پول پدرش میپوشید، لیکن پدرش او را مجبور به دین اسلام نکرده است. اینا اسلام، اینا بزرگی اسلام، اینا حقوق انسان در اسلام. پسر خودش را مجبور نکرد. باز میبینند کرنای میکشن که هر طرف اسلام به شمشیر شده است، اسلام مردم به زوری به دین در آورده است. اصلا به زوری در آمدن اسلام قبول نیست. و اسلام میگه که انسانی که در قلبش ایمان ندارد و مسلمان نیست. چه فایده است از اینکه انسانای به زوری اسلام در آوردن، مادامی که آخرت اونها به فایده نداشته باشه؟ به آخرت اونها فایده ندارد. بنابراین این یک سفسطه هست، سفسطه. بعد از اون غلامش عمر بن فهیره دعوت کرد. غلام دعوت کرد، بعد اینکه مسلمان شد آزاد کرد. بعد از اون ابوبکر بلال آزاد کرد. بلال که از کدام کنج حبشه بود، یگون خیشتباری ندارد، نه هم قبیلگی دارد، تا نه هم زبانی دارد، لیکن ابوبکر برای دین شده، برای اسلام شده، برای اینکه همین غلام زیر شکنجه اون ظالما از دین خودش نگردد، همون غلام خرید، آزاد کرد. آزاد کرد، نگرفت خرید و بیارد پیش خودش کار فرماید، غلام خودش کند. یعنی که شما تصور نکنید که اون زمان غلام خریدن یک چیز عادی باشد. یعنی که یک غلام خرید پول یک خانه خرید بود، یک غلام خرید پول چند ماشین بود، چند سوارگی بود. این فقط ابرمرد چون ابوبکر میتوانست. بنابراین الله تعالی ابوبکر در قرآن بارها در بارش آیات ها نازل شده است و حدیث های زیاده در فضیلت ابوبکر صدیق آمده است. وقتی که دعوت پیامبر میبینیم و انسان‌هایی که اسلام قبول کردن میبینیم، یک تنوع و گوناگون رنگی رو میبینیم در بین اونها. زن و مرد، مثلا خدیجه و زید و ابوبکر و علی. آزاد و غلام، یعنی آزاد اینجا علی، خدیجه و ابوبکر و غیره، و غلام اینجا کی است؟ زید ابن حارثه است، بلال است، عمر ابن فهیره هست. کلانسال و خردسال، ابوبکر 38 ساله بود، علی مثلا 10 ساله بود. یعنی که اسلام اومد همه قشرهای جامعه را به خود فرا گرفت. همه قشرها شامل این دعوت باشند. یعنی که این دعوتی طبقه خاص نیست، قشر خاص نیست، برای همه هست. بنابراین از روز اول اسلام آمد تا اینکه خشتی برابر حقوقی را گذاشت بین انسان ها. یعنی افضلیت و برتری با تقوا هست، با خدا ترسی هست، با اون چیزی که انسان میتواند و در خودش دیگر کنند و تغییر دهد، نه اون چیزی که در دست انسان نیست. مثلا در دست انسان این نیست که
پوست خودش اختیار کند، شکل خودش اختیار کند، ملت خودش اختیار کند، نژاد خودش اختیار کند، زبان خودش اختیار کند. این چیزها اسلام برتریت در این چیز قائل نیست. برتریت فقط در اساس تقوا و خدا ترسی است. هر یک انسانی به تقوا میتونه تقوا رو پیشه کند، میتونه که خودش متقی گیرد، میتونه که خودش متقی کند، میتونه که با کوشش و سعی و تلاش از خدا ناترسی به خدا ترسی راه یابد. بنابراین الله تعالی این رو معیار قرار داد. مثلا انسان با کوشش و تلاش ورزیدن رنگ پوست خودش دیگه کرد نمیتونه، زبان خودش دیگه کرد نمیتونه، جسد خودش دیگه کرد نمیتونه. بنابراین این چیزها در اسلام معیار قرار نگرفت. بنابراین اسلام از همه چیزی که بعد میبیند این قبیله چگی از ملت چگی هست، نژاد پرستی هست. خلاصه دوستو، وقتی که به سیرت همین جوانایی که نو ایمان آوردن میبینیم، همین 40 نفر اول ببینیم، اگر یک شبهه هست که بعضی میگن که خیلی اینجا انسان‌هایی بودن که غلام بود و کم بغل بود و اینا برآمدن تا اینکه همون برابری که بسیارتر همون میگفتن در اسلام یافتند و به همین سبب یک انقلاب کردند و در جامعه یا اینکه در جمعیت یک مقام خاص خود برسیدن. این هم البته یک شبهه است، این هم یک بیماری هست. اگر خوب نظر کنیم علمای سیر میگن که همون 40 نفر 27 نفرش از طبقه ثروتمند مکه بودن، تنها 13 نفرش کم بغل یا که از غلاما بود. چگونه میتونه این شبهه رو مطرح کرد؟ بله بودن انسان‌های کم بغل در دعوت، انسان‌های مسلمان‌های کم بغل، لیکن طبقه ثروتمند نیز به دین توجه داشت. خیلی دیدیم اکثریت همون 40 نفری اول قبول کردگی ها، اکثریت اونها از طبقه ثروتمند جامعه هست. بنابراین هیچ گام نمیتونیم دعوا کنیم که این دین ثروتمندا هست و دینی کم بغلا هست. دین همه هست، برای همه یک خیل است، برای همه برابر است. برای می‌دیدیم که در مسجد وقتی میشتن بلال حبشی می اومد با ابوبکر که ثروتمند بود در یک صف میشید، کسی از کسی برتری نداشت. ابن مسعود که غلام بود، یک بیچاره بود، می اومد با عبدالرحمن بن عوف برابر در یک صف میشید. خلاصه اسلام اعلامیه حقوق بشر رو اعلام کرد و پیامبر بارها تاکید میکردند و در آخران حج خودشون هم برآمدند و گفتند که کلکم من آدم، همه شما از آدم هستید، آدم از خاک است. بارها این چیز رو تاکید میکردند و در آخران وصیت خود نیز این چیز رو تاکید کردند. یعنی برتری در اساس تقوا هست، نه در اساس قوم، نه در اساس ملت و نه در اساس زبان و نه در اساس دیگر معیارها. معیار این تقوای خدا است. این بود خشت اول این جامعه. این از قصه اولین مسلمان ها، اولین شخصانی که دعوت پیامبر را پذیرفتند. ما خیلی میخواستیم که نامه اونها رو بیاریم، اما بسیار به اون که وقتی ما تنگ است نامه اونها رو آورده نمیتوانیم و به همین قدر اکتفا میکنیم و شما رو در پناه الله تعالی میسپاریم تا حلقه آینده. در پناه خدا باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.